دوستان عزیز، امید که جور صحتمند باشین. دوستان عزیز، ما یک پروژه 3 کیلووات داشتیم در یک منطقه بسیار عجیب و غریب که مردمیش نمی بالای دیکیپک میگنش، دیکیپک نوآباد دیکیپک. خوب هست. خب ولی ما برشان آمدیم یک کار بشر دوستانه انجام دادیم. برایشان چی کردیم؟ سولر گذاشتیم، 14 تخت سولر برش گذاشتیم که 14 تخت سولر الحمدلله فوق العاده بر زینیا آب میکشه. شما میبینید که خوب صحیح پرتاب میکنه. ما کم زر زومش کنم. این پرتابش از ده هوای ابری کفتاو درست اصلا معلوم نمیشه افتاو، یعنی هوای ابری است. فرکانس ما در این حالت فرکانس ما کستک حدود 33 34 انتراست فرکانس ما، یعنی یک فوق العاده برایشان چی میکنن در آسمان او میکشه. وقت آسمان صاف شوه پرتاب عوضی بسیار بیشترتر میشه. این هم که از فرکانس است، شما میبینید فرکانسش 34 31 32 انترا میشه. دیگه ای هم کار بشر دوستانه شرکت خدمات سولر سیستم قائد بود که برای این مردم یا او آشیانه میدنی برشان تهیه کردیم. این مردمای بیچاره و غریبی هستند که فکر کنم اکثریتشان مهاجر باشن. دیگه دوستا بیایی که بخواین در این پروسه بشر دوستان همراه ما همکاری کنن، میتونن به شماره ما تماس بگیرن یا پیام بگذارن. تشکر بسیار زیاد.